میخوایم خیلی کوتاه انتخابات سال 76 در ایران رو بررسی کنیم. چی بود، چی شد، استفاده بکنیم برای تحلیل انتخابات 1403. خیلی مختصر من میخوام درباره‌اش صحبت کنم. سال 76 انتخاباتی که برگزار شد تو چه دورانی برگزار شد؟ مال وقتی بود که تا قبلش مردم شعار میدادن، مردم تو مهمونی‌ها به خودشون میگفتن مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، کدوم شاه؟ اکبر شاه، هاشمی رفسنجانی، اکبر هاشمی رفسنجانی. مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم. رئیس مجلس آقای ناطق نوری که قرار بود بعد از این که آقای هاشمی رئیس جمهوریش تموم شد، ناطق نوری از ریاست مجلس بیاد رئیس جمهور شه، آقای هاشمی رفسنجانی دوباره برگرده مثل قبل رئیس مجلس بشه. خب تو این فضا و شرایط یه وزیر ارشاد آقای هاشمی که انصراف داده اومده بیرون، استعفا داده اومده بیرون، این اومده واسه انتخابات کاندید شده و تو فیلم انتخاباتیش با مردم حرف میزنه، سوار تاکسی میشه، سوار اتوبوس میشه، کنار مردم تو خیابون راه میره. آقای هاشمی کیه؟ آقای هاشمی کسیه که سنگین ترین تیم حفاظت رو بعد از رهبری در ایران داشته. آقای هاشمی کسیه که غرور خودش و اطرافیانش زبان زد خاص و عامه. آقای هاشمی آقاییه که اختلاف طبقاتی در اون دولتش زیاد شده و خاتمی و تیمش به دنبال اصلاح این وضعیتن و شدن اصلاح طلب. ناطق نوری چیه؟ ناطق نوری ادامه راه هاشمی رفسنجانیه. تو خونه بزرگش یه محوطه رو فراهم کردن برای فرود و پرواز هلیکوپتر. آقای ناطق هلیکوپتر بیاد توی خونش، سوارش بکنه، بره توی نهاد ریاست جمهوری پیادش کنه، دوباره برگرده. حتی از خیابون هم کنار من و توی مردم رد نشه. و مردم اومدن و به رقیب اون کسی که اصلا خودش هم فکرشو نمیکرد رئیس جمهور شه، و وقتی با آقای خاتمی گفتن خب شما برنامه‌ات واسه ریاست جمهوری چیه؟ گفت من اصلا فکر نمیکردم رئیس جمهور شم که بخوام برنامه داشته باشم. به اون رأی میدن که کی رأی نیاره؟ ناطق که ادامه راه هاشمی رفسنجانیه رأی نیاره. زیبا کلام در این باره میگه حتی اگر یک سیب زمینی رو هم جلوی ناطق نوری میذاشتی، سیب زمینی رأی می آورد. خب اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ اتفاقی که رخ میده این هستش که یه همچین نایب گفته میشه، اما و هزار اما. یه سری اتفاقاتی اینجا رخ میده، یه سری ویژگی‌های مثبتی و خاتمی داره که دولتش موفق هم میشه. دلیل اولش چیه؟ آدمای هاشمی رفسنجانی رو کنار نمیزنه. معاون اول هاشمی رفسنجانی مرحوم حبیبی میشه معاون اول آقای خاتمی. این یه مورد. و وزرای کلیدی مثل وزرای نفت، مثل وزرای تجارت، مثل افراد دیگری که بودن آدمای کلیدی، آدمای مدیرای میانی، سران دولت، اینا همچنان حفظ میشن و آدمای کاربلد ادامه میدن با یه سری اصلاح طلبی های. خب یه نکته هم که گفته میشه اینه که رهبری خب با همه دولت‌ها کار میکنه، ولی با دولت خاتمی توی اون دوران مخصوصا دولت اولش خوب کار کرد. چرا خوب کار کرد؟ به خاطر اینکه خاتمی چجوری رأی آورد؟ نه به ناطق نوری، در واقع نه به هاشمی رفسنجانی. سایه هاشمی رفسنجانی همواره بر رهبری سنگینی میکرد. فکت، این تحلیل نیست. کسی قبول نداره به خاطر شعارهایی که میده قبول نداره. فکتی دورت بگردم نمیخوام تحلیلشم بکنم. میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. این یه مورد. خب یاد ببخشید زدم تند صحبت میکنم. خب این از این. و رهبری علاقه‌مند است، یا حداقل طرفداران رهبری که کارت و کارت بازی میکنن که قدرت دستشونه، نه طرفدار رهبری تو خیابونا. خب که آقا ما به اصلاح طلبا پروبال میدیم، اینا بالا میان کتاب مینویسن علی هاشمی رفسنجانی آل جناب سرخپوش، شعارا همچنان ادامه پیدا میکنه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، کدوم شاه؟ اکبر شاه، مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم. خب این کمک میکنه و این اتفاق رخ میده. میرسه به سال 80 انتخابات دور دوم. انتخابات دور دوم چیز خاصی نداره،
رقیب خاصی هم ایشون نداره. من حتی نفر دوم اسمش هم یادم نمیاد آقای کی بود، نفر سوم میدونم دریادار شمخانی بود. این انتخاباتی برگزار شد و با اکثریت آرا آقای خاتمی برای دور دوم انتخاب شد. این MP3 از 76 و 80 داشته باشید. بریم سراغ 84 که چی شد احمد نژادی که نماینده اصولگراها نیست رأی میاره. کی نماینده اصولگراست؟ لاریجانی. رقیب اصلی کیه؟ هاشمی رفسنجانی. و با ما همراه باشید.